16 آگوست 1975 باب هیورد، افسر گشت بزرگراه، تو خیابون هوگان کنار پیاده‌رو تو ماشین نشسته بود. تازه شیفتش تموم شده بود و میخواست بره خونه که یه فولکس واگن بیتل با چراغای خاموش از کنارش رد شد. هیورد این محله و آدماشو کاملا میشناخت. این ماشین از اهالی این دور و اطراف نبود. شکش وقتی بیشتر شد که دید ماشینه یکم جلوتر کنار خونه همسایه‌اش پارک کرده. صاحب خونه اون شب خونه نبود و دخترای 17 و 19 سالش تنها بودن. هیورد چراغ ماشینش رو روشن کرد تا پلاک فولکس رو بخونه. همین کافی بود تا راننده بترسه و فرار کنه. تعقیب و گریز از خیابون هوگان به کوچه پس کوچه‌های اطرافش کشیده شد و بعد از چند دقیقه راننده بیتل بالاخره جلوی یه پمپ بنزین متروکه متوقف شد. یه مرد با موهای تیره، شلوار جین آبی، یقه اسکی مشکی و کفش تنیس از ماشین پیاده شد و دستشو به نشونه تسلیم برد بالا. بعد با صدای بلند گفت من دانشجوی حقوقم. امشب تو سینمای محلی فیلم تاورینگ اینفرنو رو دیدم و تو راه برگشت به خونه گم شدم. هیورد چند ساعت قبل از کنار سینما رد شده بود و میدونست اون شب همچین فیلمی رو پرده نبوده. همینطور که اسلحه رو به سمت راننده مشکوک نشونه گرفته بود، بهش نزدیک شد و اونجا با صحنه عجیبی روبرو شد. صندلی شاگرد سر جاش نبود. به جاش یه ماسک اسکی، دیلم، یخشکن، یه جعبه کیسه زباله، دستکش، جوراب شلواری، طناب و یکم سیم کف ماشین افتاده بود. هیورد بهش گفت الان به جرم فرار از دست پلیس دستگیرت میکنم، اما احتمالاً به خاطر اینکه ابزار سرقت همراهته به این سادگی‌ها نمیتونی از زندان بیای بیرون. ادامه ماجرا رو تو ایستگاه پلیس دنبال کنیم. با اینکه ابزار لازم برای سرقت تو ماشین وجود داشت و افسر گشتم معتقد بود این مرد قصد داشته از خونه همسایه‌اش دزدی کنه، اما واقعیت اینه که هیچ اتفاقی نیفتاده بود و نمیشد یه نفر رو بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشه زندانی کرد. به همین خاطر راننده مشکوک داستان ما با قرار وثیقه از بازداشتگاه آزاد شد. چند وقت بعد با هیورد متوجه شد مردی که اون شب دستگیر کرده معروف‌ترین قاتل سریالی تاریخ امریکا بوده. صبح 1 فوریه 1974 همکلاسیای نگران لیندا هیلی، دانشجوی محبوب دانشگاه واشنگتن، با پلیس تماس گرفتن و گزارش دادن این دختر بدون اطلاع برای شیفت صبح تو ایستگاه رادیویی، جایی که هر روز در مورد شرایط اسکی تو منطقه گزارش میداد، حاضر نشده. چند دقیقه بعد یه واحد گشت پلیس با آپارتمان لیندا اعزام شد. تو اتاقش همه چی تمیز و مرتب بود، اما چند تا لکه خون خوش شده روی بالش و ملافه‌ها کشف شد. ضمناً لباس خواب لیندا هم که آغشته به خون بود روی در کمد آویزون شده بود. به طرز عجیبی هیچ نشونه‌ای از درگیری وجود نداشت. نه قفلی شکسته شده بود و نه وسایل مبلمان به هم ریخته بود. پلیس با 1000 تا سوال بی جواب مواجه شده بود و خبر نداشت این تازه اپیزود اول یه سریال وحشتناکه که قراره تو کل امریکا پخش بشه. Linda lived here in this green house in the University District along with 5 other university students. She was last seen here Thursday evening about 12 o'clock. غروب 12 مارس دونا منسون، دانشجو 19 ساله کالج ایالتی اورگرین، برای شرکت توی کنسرت جاز تو شهر المپیای واشنگتن از آپارتمانش زد بیرون، اما هیچ وقت به اون کنسرت نرسید. برعکس لیندا هیلی، رفقای دونا کمتر از 1 ساعت قبل از ناپدید شدنش اونو زنده دیده بودن. شایعاتی در مورد اینکه یه جنایتکار ناشناس دخترای جوون رو هدف قرار داد و پلیس هیچ سرنخی ازش نداره تو مویرگای ایالت پخش شد و مردم رو وارد فاز شوک کرد. Can you hear that? I hear you. Okay. I just said that the Hawkins girl's head was severed and taken up the road about 25 to 50 yards and buried in a location about 10 yards west of the road on a rocky hillside. سوزان رنکورت 18 ساله، دانشجوی کالج ایالتی مرکزی واشنگتن، بعد از شرکت توی جلسه دانشجویی تو النزبرگ ناپدید شد. پلیس توی این مورد گزارشایی از شهود در مورد یه مرد ناشناس دریافت کرد که نزدیک محل احتمالی آدمربایی دیده شده. به گفته چند تا از دانشجوها، یه مرد جوون خوشتیپ در حالی که دستش باندپیچی شده بود اون اطراف رفت آمد مشکوک داشته، اما هیچ کس نمیتونست توضیح واضحی در موردش بده. Basically when we reached the car, what happened was I knocked her unconscious with a crowbar. Did she see it? No. There were some handcuffs there along with the crowbar, and I handcuffed her and put her in the passenger side of the car and drove away.
Was she alive or dead? Oh no, she was unconscious, but she was very much alive. روبرتا پارکس دانشجوی 20 ساله دانشگاه ایالتی اورگن عصر 6 می برای دیدن دوستاش از خوابگاه اومد بیرون، اما هرگز به کافه نزدیک خونش نرسید. وحشتناکه، اما داستان یه خطی ماجرا تو ذهن مردم این بود: یه شکارچی سریالی داره تو شهر قدم میزنه و دخترای نوجوان رو میدزده بدون اینکه هیچ مدرکی از خودش جا بذاره. پلیس به خانواده‌ها توصیه کرد دختراشون رو تنها جایی نفرستن. I can't remember what night of the week it was. Thursday night, I believe. I don't know. 11 to 12, probably closer to 12, on a warm Seattle May night. I mean, I think it was clear. Weather had been fairly good. I was moving up the alley using a briefcase and some crutches, and a young woman walked down. I saw her round the north end of the block into the alley and stop for a moment and then keep on walking down the alley toward me. And about halfway down the block, I encountered her and asked her to help me carry the briefcase, which she did, and we walked back up the alley. Across the street, turned right on the sidewalk. Midway in the block, there used to be a parking lot there, dirt, surface, no lights. گردش تابستونی کنار دریاچه سمامیش پارک وقتی جنیس اوت و دنیس نازلن تو فاصله چند ساعت از هم ناپدید شدن تبدیل به یک کابوس جهنمی شد. چند نفر شهادت دادن یه مرد جوون که بازوشو گچ گرفته بود اون اطراف دیدن که برای تکون دادن قایقش از 1-2 نفر کمک گرفته و البته خودشو به همه تد معرفی کرده. این بار پلیس یه اسم داشت و به اندازه همین اسم کوتاه به قاتل نزدیک شده بود و این خودش یه روزنه امید بود. With the disappearance of the Ott and the Naslin girls on the same day from the same state park came the first indications that a male subject was involved. There were 40,000 people out here on that day, and some of them had been asked by a good-looking young man wearing an arm cast to help load his sailboat on the car in the parking lot beyond. 18 اکتبر تو حومه شهر میدول ملیسا اسمیت دختر 17 ساله رئیس پلیس محلی ناپدید شد و جسدش 9 روز بعد پیدا شد، در حالی که نشونه‌هایی از حمله و خفه شدن روی بدنش مشهود بود. 2 هفته بعد یعنی 31 اکتبر لورا ایمی 17 ساله بعد از بیرون اومدن از مهمونی هالووین تو شهر لهی ایالت یوتا غیب شد. جسدش 1 ماه بعد توی دره متروکه پیدا شد. انگار وحشتی که تو شهرهای واشنگتن پخش شده بود حالا به یوتا هم سرایت کرده بود. شهود دوباره حضور یه مرد مشکوک با دست گچ گرفته رو گزارش دادن، اما جزئیات به طرز ناامیدکننده‌ای مبهم بود. اینجا این فرضیه مطرح شد که به احتمال زیاد شکارچی هر دو ایالت یه نفره، اما طبق قوانین همکاری و تبادل اطلاعاتی بین ایالات اتفاق نمی‌افتاد. هر چقدر دست پلیس بسته بود از اون طرف قاتل آزادانه به جنایتاش ادامه میداد. 11 فوریه 1975 جسد کرین کمپل 23 ساله توی انبار برفی تو کلرادو پیدا شد. 15 مارس جولی کانینگهام 26 ساله ناپدید شد و همینطور گم شدن‌ها و پیدا شدن اجساد ادامه داشت تا 9 فوریه 1978 که نوبت به دختر 12 ساله از لیک سیتی فلوریدا رسید به اسم کیمبرلی لیچ. 2 ماه بعدم جسدش کشف شد. روشی که قاتل برای کشتن استفاده می‌کرد بی صدا بود. در واقع خبری از سلاح گرم نبود، به همین خاطر نه سر و صدایی ایجاد می‌شد نه شواهدی باقی می‌موند. سوژه محیط اطرافش رو تا ریزترین جزئیات بررسی می‌کرد تا مکان مناسبی برای آدمربایی و در ادامه پنهان کردن اجساد پیدا کنه. مهارت عجیبی هم تو جا نذاشتن شواهد فیزیکی داشت. اثر انگشتش تو هیچ کدوم از صحنه‌های وقوع جرم پیدا نشد. در واقع هیچ مدرک فیزیکی برای حضورش تو صحنه جنایت نبود. به این ترتیب کار تیم‌های تحقیقاتی محلی به بنبست رسید. اینجا باید قصه رو متوقف کنیم و به این نکته مهم اشاره کنیم. دهه‌های 70 و 80 میلادی دوره‌ای بود که قاتلای سریالی تو امریکا زیاد شده بودن. جفری دامر، جان وین گیسی، چارلز منسون و در کنارش یه عالمه پرونده‌های گره خورده که هیچ سرنخی برای حل کردنشون وجود نداشت. سال 1972 FBI یه واحد علوم رفتاری تو ویرجینیا تأسیس کرد. محققین پلیس معتقد بودن که شواهد صحنه جرم رو میشه برای پیشبینی رفتار یه مظنون ناشناس تجزیه و تحلیل کرد و یه پرونده رو از بنبست خارج کرد. واقعیت اینه که خیلی وقتا نیروهای محلی هیچ ایده‌ای ندارن که مجرم کیه، اما تحلیل رفتار میتونه سرنخ‌هایی درباره نوع فردی که جرم مرتکب شده به پرونده اضافه کنه. 2 سال بعد تحقیقات این واحد جدید منتهی شد به دستگیری دیوید مایرهوفر. FBI که دید ورود کارشناسای واحد تحلیل داره به حل پرونده‌های سنگین کمک میکنه،
چند تا از پروفایلرهای متخصص و فرستاد زندانهای مختلف تا با مصاحبه و تحقیق روی قاتلای سریالی جزئی ترین اطلاعاتشون رو ثبت کنن. مثلا بعد از گفتگو با اد کمپر فهمیدن که اون در تمام دوران کودکی و نوجوانی رابطه خیلی بدی با مادرش داشته. به این ترتیب تو بزرگسالی برای انتقام چند نفر رو به عنوان جایگزین کشته و در نهایت رفته سراغ منبع اصلی خشم درونیش، یعنی مادرش. دیوید برکوئتس ملقب به سان آف سم نشون داد که چطور ناامیدی جنسی میتونه روی آدمای بیگناه تو خیابونای نیویورک تخلیه بشه. با اضافه شدن اطلاعات چندین جنایتکار و قاتل سریالی، رسما پروفایلینگ جنایی که اساساً مهندسی معکوس یه جرمه تو دستور کار FBI برای حل پرونده‌های قفل شده قرار گرفت. حالا بد نیست اینجا پروفایل پرونده همین اپیزود رو از روی الگوی کارشناسای FBI تهیه کنیم. مرحله اول قربانی شناسیه. قربانی شناسی مطالعه زندگی، خواسته‌ها، تحصیلات و روال روزانه مقتوله، چون قاتل یه قربانی به خصوص رو توی مکان و زمان خاص و به یه روش خاص برای یه هدف مشخص انتخاب میکنه و همه این انتخابا در واقع باعث میشه اطلاعاتی درباره خود جنایتکار به بیرون درس کنه. اطلاعاتی مثل اینکه چه مهارت‌ها و توانایی‌هایی داره و هدف و خواستش چیه. اینا میتونه ما رو مستقیم به مخفیگاهش هدایت کنه. در مورد این کیس اینطور که معلومه قربانی‌ها دخترای جوون و اغلب دانشجو بودن. اونا موهای بلند و تیره داشتن. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره بحث انتخاب قربانیه. اگه یه جنایتکار مهارت خیلی بالایی برای دسترسی به قربانیان نداشته باشه، کسایی رو انتخاب میکنه که زندگی‌های پرخطری دارن، مثل روسپیا و معتادا. در حالی که یه جنایتکار خیلی ماهر میتونه سوژه‌هاشو حتی تو حریم خصوصی و امن خونه‌هاشون گیر بندازه. تو این مورد به خصوص قربانیان نزدیک دانشگاه‌ها یا پارک‌ها ناپدید شدن. احتمالاً اینا جاهاییه که قاتل به راحتی میتونه بهشون دسترسی پیدا کنه. در ادامه با بررسی‌های بیشتر این فرضیه مطرح شد که سوژه این افراد رو به دلیل شباهت به دوست دختر سابقش انتخاب می‌کرده. این الگوها نشون میده مجرم دنبال آدماییه که احساسات منفی و درد روانی رو بهش یادآوری میکنن. مرحله بعدی اطلاعاتیه که از محل حادثه به دست میاد. محل جرم میتونه بهمون بگه آیا جنایت توی مزرعه وسط آیووا رخ داده که در این صورت فقط چند تا گاو شاهد ماجرا بودن، یا تو میدون تایمز که هر لحظه ممکنه 50 تا 100 هزار شاهد احتمالی وجود داشته باشه. تو صحنه جرم برعکس مامورای پزشکی قانونی که دنبال مدرک، اثر انگشت یا DNA میگردن، پروفایلرها به رفتار جنایتکار تو موقعیت نگاه میکنن. چقدر زمان صرف کرده؟ تعاملش با قربانی چطور بوده؟ سطح پیچیدگی جنایتش چقدر بوده؟ تو این پرونده تو صحنه‌های جرم شواهد کمی از درگیری پیدا شد که نشون میده دقت و برنامه‌ریزی قاتل تو انجام جنایت‌ها بسیار بالا بوده. انتخاب اسلحه و ابزاری که یه جنایتکار استفاده میکنه اطلاعات زیادی به پلیس میده، مثل اینکه آیا از فاصله دور کسی رو کشته یا نزدیک شده و از چاقو استفاده کرده. اینجا بحث سازماندهی جنایتکار مطرح میشه. جنایتکار سازمان یافته از قبل برنامه‌ریزی میکنه، یه تصویر ذهنی از اون جرم داره و همه ابزارهای لازم رو همراهش میاره و بعدش اونا رو با خودش میبره. در حالی که جنایتکار غیر سازمان یافته چیزی رو معمولاً از قبل برنامه‌ریزی نمیکنه. ممکنه به دلیل استفاده از مواد مخدر یا الکل کمتر روی همه اتفاقا کنترل داشته باشه و مثلا ابزارا رو در طول مسیر برداره. حتی ممکنه اونا رو تو محل حادثه رها کنه و شواهد و مدارک زیادی برای پلیس جا بذاره. تو این مورد سوژه از ابزارهای مخصوص خودش استفاده می‌کرده و کارش که تموم می‌شده صحنه جرم رو تمیز می‌کرده تا شواهد کمی باقی بمونه. اگه جنایتکار سازمان یافته باشه احتمالاً قبل از جرم نظارت‌هایی انجام میده تا مکان مورد نظرش رو بررسی کنه. شاید حتی قربانیای بالقوه رو برای مدتی تحت نظر بگیره. نکته بعدی مربوط به بعد از جنایته. سوژه بعد از ارتکاب یه جرم جدی یه تغییراتی تو رفتارش نشون میده که ممکنه آدمای دور و برش اینو متوجه بشن. مثلا اگه یه نفر آدمربایی و قتل انجام داده باشه احتمالاً منطقه رو ترک میکنه و یه بهونه‌ای برای خروج از شهر پیدا میکنه تا وقتی که همه چیز آروم نشد و احساس امنیت نکرده بر نمیگرده. اگه این نکته رو تو این پرونده بررسی کنیم متوجه میشیم قاتل بعد از ارتکاب هر جرم به سرعت منطقه رو ترک کرده، هویتش رو تغییر داد و همه شواهد رو مخفی کرده. اون معمولاً از یه ایالت به ایالت دیگه رفته تا پلیس رو گمراه کنه. این الگوهای جابجایی سریع بازم نشون دهنده توانایی و بهره هوشی بالا و ضمناً برنامه‌ریزی دقیقش تو انجام جنایت هاست. این خلاصه پروفایل یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی امریکاست. You want to understand
what goes on in the mind of somebody who commits the kind of behavior we call serial murder. 24 نوامبر 1946 النور لوئیس کاول توی خونه‌ای که مخصوص مادران مجرد تو ورمونت بود صاحب یه پسر شد که اسمشو گذاشت تئودور. هیچ وقت معلوم نشد پدر این بچه کی بود و خود تئودور هم این موضوع رو تا آخر عمر نفهمید. اون حتی تا سالها فکر میکرد مادرش النور خواهرشه. اونا اوایل تو خونه ساموئل پدر بزرگش زندگی میکردن. مرد عجیبی که به شدت مستبد و خرافاتی بود و به هر بهونه‌ای همسر و بچه‌هاشو کتک میزد. گاهی هم دچار توهم میشد و با کسایی که دیده نمیشدن گفتگو میکرد. با همه این اوصاف تئودور مثل پسر خودش میدونست و باهاش خوش رفتار بود. اما هر وقت صحبت هویت پدر این بچه میشد ساموئل دچار حمله‌های جنون‌آمیز و وحشیانه میشد و همین باعث شده بود خانواده به این نتیجه برسن که ممکنه پدر تد خود ساموئل باشه. از طرفی رفتارهای غیرعادی این بچه مثل علاقه زیادش به چاقو خیلی شبیه پدر بزرگش بود. زمان گذشت و بعد از تولد 4 سالگی تد النور تصمیم گرفت خونه پدری رو ترک کنه و فامیلیشو به نلسون تغییر بده و یه زندگی جدید رو شروع کنه. سال بعد با یه آشپز به اسم جانی کالپپر باندی ازدواج کرد و جانی رسما تد رو به فرزندی قبول کرد و به این ترتیب اسم این پسر تا آخر عمر شد تد باندی. I grew up in a wonderful home with 2 dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home, but it was a fine, solid Christian home. برنامه سالهای نوجوانی تد پر بود از مشروب، دزدی و دید زدن زنای همسایه از پنجره باز خونه‌هاشون، تا اینکه وارد دانشگاه شد و اونجا عاشق استفانی بروکس، یکی از همکلاسیاش شد. اما با توجه به اینکه درک روابط انسانی تو وجود این پسر تعریف نشده بود، رابطه عاشقانش بعد از 1 سال از طرف استفانی به خط پایان رسید. اوضاع روانی این جوان به هم ریخته بود. با این اتفاق نخهای نامرئی که اونو به اخلاقیات انسانی متصل کرده بودن پاره شدن. با این حال سال بعد تو رشته روانشناسی از دانشگاه واشنگتن فارغ التحصیل شد و بلافاصله بعدش تو بخش مشاوره تلفنی اورژانس خودکشی مشغول به کار شد. به گواهی همکاراش هیچ چیز مشکوکی تو رفتار این پسر وجود نداشت. سال بعد برای فوق لیسانس تو رشته حقوق ثبت نام کرد و همون موقع بود که توی سفری به کالیفرنیا دوباره دوست دختر سابقش رو دید و این بار که تو دوران اوج خودش بود تونست استفانی رو تحت تاثیر قرار بده و توی فرصت مناسب بهش پیشنهاد ازدواج بده. اما وقتی اون دختر کاملا شیفتش شد به طرز عجیبی یهو رابطه‌ش رو باهاش قطع کرد. تد میگفت میخواستم اینو به خودم ثابت کنم که اگه اراده میکردم میتونستم باش ازدواج کنم. حالا همزمان با این ماجرا اتفاقای دیگه‌ای هم داشت تو زندگی این پسر جوان میافتاد. کم کم غیبت تو کلاس‌های دانشکده شروع شده بود و تا آوریل همون سال درس و دانشگاه به طور کامل تعطیل شد. تو همین برهه چند تا دختر جوان تو منطقه ناپدید شدن. حالا دیگه میشه حدس زد که زندگی دوگانه تد از همین جا بوده که وارد مرحله جدیدی شده. باندی به طرز وسواسگونه‌ای منظم و حسابگر بود. هم در مورد روند اجرای قانون اطلاعات داشت، هم تا حدی به روانشناسی مسلط بود. اینا ابزارهایی بودن که باهاشون نقشه میکشید، با هر کی دلش میخواست ارتباط برقرار میکرد و اگه لازم میشد از دست قانون فرار میکرد. توانایی بعدیش تغییر چهره بود. اون تقریبا میتونست هر لحظه‌ای که اراده کنه یه شکل جدید به خودش بگیره. حتی شناسایی فولکس واگنش هم غیر ممکن به نظر می رسید. شاهدای مختلف رنگ ماشینش رو طیفی از رنگای قهوه‌ای سیر، روشن یا سوخته توصیف کرده بودن. یکی دیگه از خلقیات عجیب تد این بود که چند بار به همون منطقه دورافتاده‌ای که قربانیاشو رها کرده بود برمیگشت تا با اجسادشون رابطه جنسی داشته باشه. اون از خیلیاشون هم عکس گرفته بود، به این دلیل که معتقد بود وقتی به سختی تلاش می‌کنی تا یه کاری رو درست انجام بدی، اصلاً دلت نمیخواد فراموشش کنی. تو کل این فرایندم مصرف الکل بخش ضروری ماجرا بود. اون نیاز داشت بی‌نهایت مست باشه تا بتونه ندای بازدارنده درونش خاموش کنه. اما در نهایت با همه هوش و ذکاوتش بعد از کشتن حدود 30 تا دختر جوان، بعد از 2 بار دستگیری به جرم آدمربایی و فرار از زندان، بالاخره روز موعود فرا رسید. با توصیفات مفصلی که پلیس از شهود در مورد چهره و مشخصات مظنون و ماشینش به دست آورد، تصویر بازسازی شده تئودور تو تلویزیون پخش شد و 3 نفر از کسایی که باندی رو میشناختن، از جمله الیزابت کلافر که سالها باهاش تو رابطه بود، با پلیس تماس گرفتن و ادعا کردن قاتل رو میشناسن. You mentioned an incident
about following a sorority girl. He was out late at night and he would follow people like that. But that he'd try not to, but he just did it anyway. سپتامبر همون سال باندی فولکس واگنشو به این نوجوان فروخت. پلیس ماشین رو ضبط کرد و تکنسینای FBI اتاق و صندوق رو زیر و رو کردن و اونجا چند تا تار مو که متعلق به بعضی از قربانی‌ها بود پیدا کردن. گرچه مدت‌ها بود تد جزو نفرات بالای لیست پلیس به عنوان مظنون اصلی کشتارهای اخیر قرار گرفته بود، اما حالا برای اولین بار برای دستگیریش هم مدرک به اندازه کافی وجود داشت هم شاهد. به این ترتیب حکم جلب باندی صادر شد. I am looking for an opportunity to tell the story as best I can in the way that makes sense to me and the way that'll help not just you or the families, but that's very important, but also to help my own family. I don't think anybody doubts that I've done some bad things. The question is what, of course, and how, and maybe even most importantly, why. 15 فوریه 1978 دیوید لی افسر گشت بزرگراه تو ماشینش نشسته بود که یه فولکس واگن با چراغای خاموش از کنارش رد شد. لی محلش رو خوب میشناخت و متوجه شد که این ماشین احتمالاً از اهالی این اطراف نیست. به همین خاطر دنبالش راه افتاد تا پلاکش رو بررسی کنه. خیلی زود مشخص شد که ماشین دزدیه. لی بلافاصله چراغای گردون پلیس رو روشن کرد و همون لحظه راننده فولکس پاشو گذاشت رو گاز و شروع کرد به فرار، اما چند دقیقه بعد توی بنبست وسط یه منطقه مسکونی گیر افتاد. مثل ما تد باندی هم احتمالاً تو این لحظات احساس عجیبی از نوع دژاوو رو تجربه کرده. همه چیز دقیقاً مثل تعقیب و گریز قبلی پیش رفت، منتها این بار تئودور قصد نداشت با حالت تسلیم از ماشین پیاده شه و بگه یه دانشجویی که بعد از تماشای فیلم تو راه خونه گم شده. اون میخواست هر طور که میشه فرار کنه. به همین خاطر از ماشین پیاده شد و درست همون موقع که افسر لی میخواست بهش دستبند بزنه حمله رو شروع کرد. ولی واقعیت اینه که درگیری خیلی ادامه پیدا نکرد و مأمور پلیس با یه تیر هوایی کنترل اوضاع رو دست گرفت. به این ترتیب تد باندی بازداشت شد و ماجرای شکار بدنام‌ترین قاتل سریالی تاریخ امریکا بالاخره به پایان رسید. So, short question deserving a long answer. I'm doing well. I feel good. Working hard on my case. Need a lot more sun and a lot more fresh air, but other than that, I'm doing okay. You think about getting out of here? Well, legally, sure. این آخرین مصاحبه تد باندی یه روز قبل از اعدامه. تد اینجا در مورد اینکه چی باعث شده به یه قاتل زنجیری تبدیل بشه حرف میزنه. اون تا حد زیادی پورنوگرافی رو مقصر میدونه. البته ممکنه دلیلش این باشه که داره با یه کشیش گفتگو میکنه و میخواد آخرین تلاشش رو برای متوقف کردن اعدام انجام بده. اما از رفتارش، از اینکه بارها چشماشو حین حرف زدن میبنده، میشه فهمید خودش خیلی راضی نیست دلیل اون همه وحشیگری هیجان انگیزو به پورنوگرافی تقلیل بده. But as a young boy, and I mean a boy of 12, 13, certainly, that I encountered outside the home again, in the local grocery store, the local drugstore, the softcore pornography, what people call softcore. But as I think I explained to you last night, Dr. Dobson, in an anecdote, as young boys do, we explored the back roads and sideways and byways of our neighborhood, and oftentimes people would dump the garbage and whatever they were cleaning out of their house, and from time to time we'd come across pornographic books of a harder nature than more graphic, you might say, more explicit nature than we would encounter, let's say, in your local grocery store. اینکه این مرد استاد فریبکاری دیگه نیاز به توضیح نداره. اون میدونه کی ارتباط مستقیم چشمی برقرار کنه، سر چه جمله‌ای لبخند بزنه و کجا سرشو بیاره پایین و ابروهاشو بده بالا و با نگاهش روی ناخودآگاه طرف مقابل تأثیر بذاره. اما یه چیزایی دست خودش نیست، مثل هیجانش موقع حرف زدن در مورد تمایلات جنسی خشونت‌آمیز. My experience with, I say, pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with sexuality, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction, like other kinds of addiction, I would keep looking for more potent, more explicit, more graphic kinds of material. Like an addiction, you keep craving something which is harder, something which
gives you a greater sense of excitement. این حالت چهره رو هم تو این مصاحبه هم تو گفتگوهای قبلی تد باندی می‌بینیم. اونم درست جایی که در مورد قربانیاش و کارهایی که باشون کرده حرف میزنه. این حالت کسیه که با یه احساسی درون خودش عمیقاً ارتباط برقرار کرده و اون احساس اینجا لذته. Ted, after you committed your first murder, what was the emotional effect on you? What happened in the days after that? Well, again, please understand that even all these years later, it's very difficult to talk about it, and reliving it through talking about it is difficult to say the least. But I want you to understand what happened. It was like. به این حالت تد دقت کنیم. انگار تا حرف اولین جنایت میشه یه عالمه آدرنالین تو بدنش جاری میشه، چون حتی فکر کردن به این موضوع براش هیجان انگیزه. اصلا یکی از آزاردهنده ترین جنبه‌های روان تد باندی همین تکیه به خیال پردازی‌های خشونت‌آمیزه. خودش اعتراف کرده که فانتزی‌های ذهنی و ساعت‌های انتظار که منتهی به قتل میشد اغلب تحریک کننده تر از خود جنایت بوده براش. یعنی در واقع اون یه چیزی رو تخیل میکرد و بعد یه نیاز وسواسگونه به تحقق اون فانتزی پیدا میکرد. جنایتایی هم که مرتکب میشد فقط در مورد خشونت نبود، بلکه در مورد کنترل و سلطه، در مورد دیده شدن و تو کانون توجه قرار گرفتن بود. در حقیقت برای باندی و امثال باندی عملیات قتل فقط مربوط به خود قتل نیست، بلکه در مورد تسلط کامل روی یه انسان دیگه است. به همین خاطر خیلی از جنایتکارا وقتی یکی رو میکشن دوباره میرن سراغ جسدش، چون بازم همون حس قدرت رو تجربه میکنن. میشه گفت پشت این چهره جذاب و شخصیت کاریزماتیک یه فانتزی تاریک پنهان شده و اونم کنترل سرنوشت آدمای دیگه است. حالا میشه فهمید باندی چطور قربانیاشو انتخاب میکرده. اون میرفته سراغ کسایی که مطمئن بوده میتونه بهشون غلبه کنه. Basically, I was a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent and very destructive segment of it that I kept very secret and very close to myself and didn't let anybody know about it. And part of the shock and horror for my dear friends and family years ago when I was first arrested was that there was no clue. They looked at me and they looked at the all-American boy. And I mean, I wasn't perfect, but I want to be quite candid with you. I was okay. Okay. I was. The basic humanity and basic spirit that God gave me was intact, but unfortunately became overwhelmed at times. تسلط جالبی روی زبان بدنش داره این مرد. به تاکیدها، زمان درست ارتباط مستقیم چشمی، به بالا بردن شونه‌ها موقع آسیب پذیر نشون دادن خودش و استفاده درست از دستها برای تاکید روی یه موضوع و تاثیرگذاری بیشتر دقت کنیم. البته همه اینا رو تد در جهت فریبکاری و جعل کردن احساسات استفاده میکنه، حتی اینجا یه روز قبل از اعدام. This hour that we have together is not just an interview with a man who's scheduled to die tomorrow morning. I am here and you're here because of this message that you're talking about right here. You really feel that hardcore pornography and the doorway to it, softcore pornography, is doing untold damage to other people and causing other women to be abused and killed the way you did others. Listen. باندی مشخصاً درگیر اختلال شخصیت ضد اجتماعیه. معیارایی مثل رفتار فریبنده و عدم وجود احساس شرم و همدلی تو رفتارش قبل از دستگیری و حتی اینجا تو مصاحبه مهر تاییدیه به وخامت شرایط روانیش. این مرد نگرانی در مورد امنیت و به طور کلی جون آدما نداره. برای اینجور افراد بی‌توجهی و نقض حقوق دیگران کار عجیبی نیست، چون منافع شخصی به همه چیز اولویت داره. از طرف درسته که اونا احساس شرم و گناه نمی‌کنن، اما به شدت مستعد تحریک پذیری و عصبانیتن، حتی تو مواردی که برای بقیه پیش پا افتاده به نظر میاد. و البته به طرز عجیبی این تفاوت تو رفتار و شخصیت به نظر خودشون نوعی برتری نسبت به دیگران محسوب میشه. Listen, I'm no social scientist and I haven't done a survey. I mean, I don't pretend that I know what John Q. Citizen thinks about this. But I've lived in prison for a long time now. And I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception,
Every one of them was deeply involved in pornography without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. That's true. اول به این نکته اشاره کنیم که اینجا سوژه با گفتن جمله من دانشمند علوم اجتماعی نیستم وارد فاز فروتنی میشه. درست جایی که لازم داره با بیشترین تأثیر ممکن پورنوگرافی رو به عنوان مقصر اصلی جنایتایی که اتفاق افتاده معرفی کنه. اما در ادامه باید به یکی از اختلالات مهم مجرم بپردازیم و اونم خودشیفتگیه. همونطور که تو موردهای زیادی که درگیر خودشیفتگی حاد بودن پیش از این اشاره کردیم، تد باندی هم مثل پاول برناردو و خیلی از جنایتکارای دیگه به هیچ وجه تو هیچ مقطعی از زندگی خودشو مقصر نمیدونه. اون گرچه به ظاهر مسئولیت جنایتایی که مرتکب شده رو میپذیره، اما عمیقاً معتقد مادرش مسبب سرگردونی کودکی، بی‌بندوباری تو نوجوانی و همه این رفتارهای خشونت‌آمیزش تو بزرگسالیه. تو همین مصاحبه برای راضی کردن ذهن مخاطب پورنوگرافی رو به عنوان مقصر جنایتاش معرفی میکنه و بعدش هم میره سراغ دلایلی مثل تسخیر شدن توسط موجودات فضایی و گم شدن توی حالت خلسه و چیزای شبیه به این. I take full responsibility for whatever I've done and all the things that I've done. That's not the question here. The question and the issue is how this kind of literature contributed and helped mold and shape the kinds of violent behavior. قبل از اینکه بریم سراغ دادگاه باید به ماجرای یکی از اصلی ترین شهود این پرونده بپردازیم. برای این کار باید برگردیم به 8 نوامبر 1974، روزی که باندی توی ایالت یوتا یه دختر 18 ساله به اسم کرول دارون رو هدف قرار داد. برای این نقشه آدمربایی تد خودش رو یه افسر پلیس معرفی کرد که نیاز به کمک داره. به همین بهونه دختره رو سوار ماشین کرد و راه افتاد. اما کرول احساس کرد یه جای کار میلنگه. به همین دلیل درست وقتی باندی سعی کرد بهش دستبند بزنه باهاش درگیر شد و به طرز معجزه‌آسایی تونست از ماشین پیاده شه و فرار کنه. شهادت این دختر تو دادگاه نقش اساسی تو محکومیت باندی داشت. فرآیند محاکمه تد از سال 1976 در حالی آغاز شد که مجرم تصمیم گرفت خودش وکالت خودش رو به عهده بگیره. اون برای همه موارد ادعای بیگناهی کرد، اما در نهایت 24 جولای 1979 دادگاه با توجه به کوهی از مدارک و شواهد دفاعیات باندی رو رد کرد و اونو به اعدام با صندلی الکتریکی محکوم کرد. تد چند روز قبل از اجرای حکمش به 36 مورد قتل اعتراف کرد. البته نمونه‌های جدید دی ان ای نشون میدن که سوژه ممکنه تو دوران فعالیتش بیش از 100 نفر رو به قتل رسونده باشه. What I'm saying to you, Your Honor, is I'm laboring under conditions which are causing me stress which this court is not aware of. The conditions imposed upon me by the Dade County Jail constitute harassment. It is an attempt by the system, I think, to coerce me, to wear me down. Since I have been in Dade County, I've been allowed to... Don't shake your finger at me, young man. Don't shake your finger at me, young man. چیزی که محاکمه این مردم متمایز میکنه فقط کاریزمای خودش یا عمق خشونت پشت جنایتاش نیست. موضوع خود محاکمه است. این اولین دادگاهی بود که تو تاریخ ایالات متحده به صورت زنده از تلویزیون ملی پخش میشد و از اونجایی که تد خودش از خودش دفاع میکرد فرصت زیادی داشت تا به عنوان بازیگر نقش اول بهترین اجراشو برای مردم به نمایش بذاره. اونم از این موقعیت نهایت استفاده رو کرد و با نشون دادن جذابترین قسمت‌های شخصیتش خیلی‌ها به خصوص دخترای جوان و شیفته خودش کرد. Are you a little scared when you look at him? Yes, it scares me to be in the same room with him, but I know there's other people in there. I'm not afraid of him. He just doesn't look like the type to kill somebody. طولی نکشید که محاکمه باندی به یه هیاهوی بی سابقه رسانه‌ای تبدیل شد، چون مردم کل کشور میتونستن یه قاتل واقعی که برای زندگیش مبارزه میکنه و بارها و بارها از مرگ فرار میکنه رو به صورت زنده تماشا کنن. It's my position that my counsel, one, believe that I am guilty. Two, that they have told me they see no way of presenting an effective defense, and in no uncertain terms they have told me that. And three, that they see no way of avoiding a conviction. Your Honor, if that does not raise itself to the level of ineffectiveness of counsel, I don't know what does. یه روز قبل از اعدام تد، گروه‌های تلویزیونی، خانواده قربانی‌ها و هزاران نفر از مردم عادی به زندان ایالتی فلوریدا هجوم آوردن. اونا روی پلاکاردها و حتی تیشرتاشون این جمله رو خطاب به تد نوشته بودن. This one says burn Bundy burn. One of this country's most notorious killers will be executed tomorrow morning at the Florida State Penitentiary.
Ted Bundy has always received a lot of public attention. The day before his scheduled execution was no different. Television crews are here from across the country. در نهایت بعد از 10 سال حبس توی زندان فوق امنیتی، تد باندی 24 ژانویه 1989 با صندلی الکتریکی اعدام شد. گزارش‌ها نشون میدن کسی که اهرمو کشیده یه زن بوده.